سلام، من نادیا. میخوام امروز بهتون آموزش مانیکور کمبی رو بدم. بریم با هم آموزش رو ببینیم. برای شروع مانیکور کمبی اول با یه پوشر کوتیکل ها رو عقب میدیم و جیب ناخنمون رو باز میکنیم. حالا با یه سرسوهان شعله‌ای شنی دور جیب ناخنمون رو کامل تمیز میکنیم. بچه‌ها یه نکته‌ای برای مانیکور کردن با سرسوهان شعله‌ای وجود داره. اونم اینه که اگه شما جیب ناخنتون رو به درستی باز نکرده باشین، سرسوهان راحت روی سطح ناخنتون حرکت نمیکنه. حالا با یه سرسوهان توپی شنی تمام پوستای ریزی که اطراف کوتیکل و ناخن وجود دارن رو از بین میبریم. با قیچی مانیکور تمام کوتیکولا رو کات میکنیم. یادت نره تو قسمت سینوسا نصف قسمت‌های دیگه باید کات کنی. کوتیکل ریموورتو بزن دور ناخن و با یه پده بدون پرس کامل پاکش کن تا پوستای ریزم از بین بره. حالا ببین چقدر تمیز شد. اگه خوشت اومد لایکش کن، منو فالو کن، برای دوستاتم بفرست.